دلفین بودا. کجا بود دلفینه؟ می‌خواستم تو فیلم بگیرم. اوناش می‌بینی؟ آره دیدم تو فیلم الان 2 تا 3 تا 4 تا. الله اکبر. تو دریا اینجا الان دلفینا رو ما دیدیم. دوباره اونجا دلفین. دیدی؟ آره 3 تا یا 4 تا بودن. 4 تا بله. اوناش. آره الان دوباره اومد تو فیلم رفتش. میان تا دم یعنی تا دم ساحل میان. زیست آخه. اینجا شنای دلفینات دریای خیلی زیبای کجا؟ مونارک بیچ. مونارک بیچ. دارن میرن اونور. آره دلفینا دارن سفر میکنن به اون طرف. آره امیدوارم بشه تو فیلم قشنگ دیدشون. بریم سوار موتورامون بشیم بریم دنبال دلفینا. ناشون دور اومدن. آخ چون دارن برمیگردن. دلفینا دارن برمیگردن. خب آره الان ببین تو اون مسیر اونجان. تو مسیر همین آقا لباس سفیده که مسیر انگشتر اونجا. اون دلفینان دوباره. این اولین باریه که من تو دریای آزاد دلفین رو به چشم خودم میبینم. الله اکبر. اینها نگاه. امیر آقا یه دونه گنده تر هم هست پشت سرشون. آره مثل یه واله. اینا بله بازی دلفیناست. آقا یه دونه گنده تر هم هست. اون واله. اوه هیوج. مردم همه ترسیدن. یه وال بزرگ با دلفینا داره شنا میکنه. اینم نگهبانی دریاست. خودش هم ترسیده. این برای اولین باره تو این دریای مونابیچ. تو دریای مونابیچ. اون یه وال بزرگ. امیدوارم تو فیلم بشه دید. دلفینایی که به این بزرگی‌اند در مقابل واله مثل جوجن. همه از دریا اومدن بیرون. همه میخ شدن که این نمایش زیبای وال و دلفین رو ببینن. برای همه مردم چیز عجیب و شاید برای اولین باره که تو این ساحل دلفینا بدون اجازه ورود قبلی بدون اپایمنت اومدن
سفر بکنن. البته رضا احتمالی رو میده که اومدن موتورهای ما رو تماشا کنن که اونجا پارکشون کردیم. اوناشش اون موتورسایکل های ما هستش، دوتایی اونجا وایستادن پیش هم. ببین این لیموزین زیبا هم اومدش که بتونه دلفینا رو تماشا کنه. این هم که داره بند تومون خودش رو میبره. خب سفر وال و دلفین ها ببینیم به کجا رسید. آفتاب میزنه تو دریا. ما الان نمیتونیم درست، چشم نمیبینه، برق دریا خیلی قویه. خانواده ایرانی جزو نترس‌ترین خانواده‌ای هستند که رفتن، آره شجاع‌ترین انسان‌ها رفتن جلو که اگه دلفین غذای چربانه هم خواست گوشت حلال ایرانی هم بخوره. به اندازه کافی موجودی گوشت درشون هست که یک شکم آقای وال رو هم سیر کنه. ما هنوز داریم توجه میکنیم میبینیم دوباره برمیگردن یا نه. دیدیشون؟ اوناشش. آره. اوناشش. این انگشت منو ببینید، همین مسیر رو دنبال کنید. اونا دارن میرن اونور. دارن میرن الان باز به اون سمت. یه والی فکر میکنم 70-80 متر درازیش بود. خیلی گنده بود. به اضافه تعداد زیادی که نمیشد دیگه شمرد دلفین. امیدوارم یه بار دیگه واله بیاد بالا رو آب. آخه رضا مگه عمق اینجا چقدره که وال اینقدر راحت شنا میکنه؟ حتما عمقش به حدی هست که بتونه تا نزدیک میاد دیگه. یعنی باید چقدر باشه برای اینکه وال بتونه به راحتی شنا کنه؟ بفرمایید خواهش می‌کنم. من باید حداقل 7-8 متری باشه. بله 7-8 متر عمقش تا یه وال به پهنای. آره دیگه 7-8 متر باید باشه دیگه. اون وسطا دیگه باید حداقل 7-8 متر باشه. اوکی، الان کشتی کوستنوخه آمریکا هم اومد که ببینه همه چی اوکیه. قایق پلیس کنترل ببینه وال چند تا دلفین خورد، دلفین چند تا بچه رو خورد. هلیکوپترها هم اومدن، هلیکوپترهای کنترل ساحلی و پلیس ساحلی با قایق اینا اومدن که ببینن اتفاقی برای ما و آقا رضا و موتورامون نیفته. بریم همین آقا. بریم، مثل این که دلفینا رفتن. دلفینا هم رفتن. آره یه قهوه بخورن، حتما یه جایی کافی شاپی هست اونجاها تو دریا، میرن یه قهوه بخورن رضا جون. به عشق دلفینا. آره مردم همه اومدن به عشق دلفینا، همه میخ شدن، ولی دلفینا و آقای وال همه رو سر کار گذاشت. عکاسای با دوربینای خیلی بزرگ از ژاپن اومدن، دوربینا تو دستشون ولی کشک. اون صحنه‌ای که ما دیدیم این آقایون از ژاپن ندیدن. همه با التهاب مثل میخ ایستادند، منتظرن که وال یک بار دیگه برگرده، ولی وال رفت پاوز. خب رضا جون کت منو برداریم و بریم.